هموطنان عزیز، کالاهایی که از طریق مسیر خط آهن ترغندی از کشور ترکمنستان وارد میشه. به نام یاد خدا، با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امید که صحت سلامت باشیم. هموطنان عزیز، ما امروز آمدیم در بندر ترغندی. بندر ترغندی یا ایستگاه خط آهن ترغندی یکی از بندرهای مهم زمین افغانستان به شمار میره که در ولایت هرات قرار دارد و ترغندی یک منطقه سرحدی یا نقطه صفری میان افغانستان و کشور ترکمنستان می باشد. هموطنان عزیز، بندر ترغندی یکی از بندرهای بسیار مهم و اساسی افغانستان به حساب می آید که از نظر اقتصادی، تجاری و ترانزیتی برای کشور عزیز افغانستان نقش بسیار مهم را ایفا میکنه و از اهمیت بالای اقتصادی برخوردار است این بندر که میتونه در رشد اقتصاد کشور و اقتصاد ملی ما بسیار کمک زیاده بکنه. کالاهایی که از طریق مسیر خط آهن ترغندی از کشور ترکمنستان وارد میشه شامل مواد ساختمانی، آرد، تیل و گاز مایع می باشه است و همچنین کالاهایی که از این طریق یعنی بندر ترغندی و کشور ترکمنستان و آسیای میانه انتقال و صادرات میشه شامل حبوبات، خشکبار و مواد ساختمانی میشه که این ایستگاه امکانات تخلیه، انبار و بارگیری در خود می داشته باشه. همچنین دوستا، ایستگاه بندر ترغندی برای خیلی از هموطنان ما باعث اشتغال زایی شده که ما شاهد هستیم که خیلی از هموطنان ما در این بندر مصرف کار و وظیفه هستند. دیگه شما دوستا همراه ما باشین و برنامه ما ادامه بدیم. و دوستا یک چیز دیگر اضافه کنم که خبری خوب و خوش برای هموطنان ما است که این بندر و این مسیر خط آهن ترغندی قراره که شهرک صنعتی امورقم تا ولایت قندار امتداد پیدا کنه و کشور افغانستان با همکاری ترکمنستان روی تمدید خط آهن ترکمنستان و ترغندی کار میکنه که انشاءالله را در سالهای نزدیک، در آینده های نزدیک ما انشاءالله را شاهد از این خواهید بودیم که این مسیر خط آهن ترکمنستان ترغندی الی ولایت های دیگر، ولایت های جنوبی و مرکزی امتداد پیدا کنه. دوستا، هموطنان عزیز، از شما در بندر قندار Thank you.